love endures forever. Psalm 136:26. مزمور 136:26 محبت خدا جاودان است. آمین. His love is forever. محبت او جاودان است. مزمور 136:26 محبت او جاودان است. آمین. His love endures forever. Hallelujah. Amen. Psalm 136:26. محبت او جاودان است. آمین. His love endures forever. 3. مزمور 136:26 محبت او جاودان است. محبت او جاودان است. مزمور 136:26 محبت او جاودان است. آمین. مزمور 136:26 محبت او جاودان است. آمین. در نام عیسی مسیح. محبت او جاودان است. مزمور 136 آیه 26 محبت او جاودان است. محبت او جاودان است. مزمور 136:26 محبت او جاودان است. آمین. سلام بچه‌ها. سلام به روی ماهتون. خیلی خوشحالیم که امروز پیش شما هستیم. من و خاله پگا و خاله مهسا و زریبری جون امروز دور همدیگه جمع شدیم تا با همدیگه به شما کریسمس رو تبریک بگیم. کریسمستون مبارک. بله بچه‌ها کریسمستون مبارک. شما خوبین خاله مهسا؟ مرسی. شما خوبین بچه‌ها؟ من که خیلی خوبم. تولد عیسی مسیح به همتون مبارک باشه عشقای من. بله بچه‌ها کریسمستون مبارک. ما امروز دور هم جمع شدیم که کریسمس رو جشن بگیریم و می‌خوایم امروز با هم یاد چند تا خاطره بیافتیم. خاطره؟ من اینقدر خاطره بازی دوست دارم خاله بگا. خب خیلی هم خوب زریبری، چون ما میخوایم بدونیم که داستان مورد علاقه شما در این ایام چی بوده زریبری؟ از کدوم از داستانایی که ما شنیدیم تو این مدت خاله الناز برای ما تعریف کرده از کدومشون تو بیشتر خوشت اومد؟ خاله بگا من همه داستانایی که خاله الناز تعریف میکنه رو خیلی دوست دارم، ولی اون قسمته بود که ما رفتیم مصر، یادته؟ بله من که خیلی خوب یادمه. میدونی چرا؟ به خاطر که مصر پر بود از ملک و جونورای مختلف و این ور اون وری. من خیلی اون قسمتمون رو دوست داشتم خاله بگا. زریبری بریم اون قسمت رو ببینیم که بچه ها هم یادشون بیاد. چرا که نه؟ بریم بچه ها آماده‌ای یه جلسه ببینیم با هم. خاله بسا من رفتم پیدا کردم مصر به انگلیسی میشه ایجپت. ولی چقدر بلا سر این مصری ها اومد خاله مهسا. بله زریبری، بله بچه ها، به خاطر اینکه فرعون قلب خیلی سختی داشت و به موسی گوش نداد. ولی آخرش به موسی گفت برید دیگه، گفت برید بیرون. بله ولی به این سادگی هم نبود. نبود خاله مهسا؟ نه، فرعون بازم یه کار خیلی بدی کرد. قسمت بعدی با همین داستان رو میبینیم. ولی بچه ها ما باید یاد بگیریم که در سختی ها به خدا اعتماد کنیم. چرا خاله مهسا؟ چون خدا همیشه به کمک ما میاد.
خیلی قشنگ بود. من چقدر هوا گرم بود اونجا. یادش بخیر چقدر خوش گذشت با زریبری مسافرت. خوش به حالتون که رفتین مصر. واقعا. خاله الناز، شما داستان مورد علاقتون کدوم بود؟ از کدوم داستان بیشتر از بقیهشون لذت بردین؟ واقعیتش اینه خاله پگا، منم مثل زریبری همه داستانه کلام خدا رو دوست دارم، اما داستان پسر گم شده که مثال عیسی مسیح برای فهموندن عشق خدا به ما بود رو یه جور دیگه دوست دارم. خاله الناز، من یادمه که بچه‌های تو خونم دوست داشتن اون داستانا، خیلی قشنگ بود. آره بچه‌ها، دقیقاً من برای این داستان و برای این قسمت خیلی خبرهای خوبی از شما داشتم. همتون کلی لذت برده بودین. میشه بریم با هم یه ذره ببینیم؟ بله، چرا که نه؟ بریم پس با هم ببینیم دیگه. پسر به خونه برگشت. توی راه وقتی که هنوز به خونه نرسیده بود، پدرش به سمت اون دوید و محکم بغلش کرد. پسر به پدرش گفت من لیاقت ندارم پسر تو باشم. پدر به خدمتکاراش گفت بهترین لباس رو واسه پسرم بیارین، انگشتر دستش کنید، چاقترین گوساله رو کباب کنید. پسر من گم شده بود و حالا پیدا شده، باید اینو جشن بگیریم. وای بچه ها، هر دفعه این قصه رو گوش میدم برام عین دفعه اوله و کلی لذت میبرم. من که عاشقش بودم خاله الناز جون. خب بچه ها، میخوایم یه چند لحظه خاطر بازی رو نگه داریم و میخوایم بریم با هم یه سرود کریسمسی بخونیم. خاله پگا، من که داشتم کیف می‌کردم ولی عاشق سرودم هستم. خب پس بریم زریبری، بریم. خدای بزرگ شکرت. خاله پگا، من عاشق این سرودای پرستشی‌ام. وای منم همینطور زریبری. اگرم نوبتی باشه الان نوبت خاله مهساست که به ما بگه خاله مهسا از کدوم داستان بیشتر از بقیه خوشتون اومد؟ آره خاله مهسا، بگو. من با داستانایی که با زریبری داشتم خیلی خاطرات خوبی داشتیم با هم تو این چند قسمت، ولی بیشترین و خنده‌دارترینش اون موقعی بود که زریبری میخواست قوی بشه، داشت دنبل میزد و افتاد. خیلی بامزه بود خاله مهسا.
هم نگرانش بودم خیلی. آره بر روی میز افتادم پایین تو میخواستم خیلی قوی بشم. بریم اینو با هم ببینیم. من یه ذره خجالت میکشم ولی اشکال نداره. بریم بچه‌ها، بریم این کلیپو با هم ببینیم. ما توان هر کاری رو در عیسی مسیح داریم. آمین. زریبری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ خاله بگا دهنم درد گرفت. خاله بگا گفت اندازه که مهم نیست ولی باید قوی باشم اگه میخوام کار بزرگ انجام بدم. پس یه ذره ورزش کنم اگه بتونم اینو بردارم میخوام قوی ترین زرافه دنیا بشم. سنگینه. آره تازه میخوام دندونامو قوی کنم. نکن این کارو. ایگو چی شد؟ خوبی زریبری؟ خوبه الان بیام. بچه‌ها فکر میکنم که زریبری باید داستان امروز رو ببینه. شما هم با ما نگاه کنید ببینیم که ما چطوری میتونیم کارهای بزرگ برای خدا انجام بدیم. زریبری خیلی بامزه بود. بچه ها اومدن. سلام بچه ها کریسمس ایامیه که به هم دیگه هدیه میدیم. منم برای دوستای عزیزم هدیه خریدم. من از بابا نوئل خواسته بودم قبل از اینکه شما بگی چی دوست داری یه چیز خوب برام بیاره. فکر میکنم قراره از طریق شما اون کادوی خوبو به من بده. شاید دوست دارین ببینین هدیه براتون چی خریدم؟ خیلی دوست دارم. بله اول از بزرگتر گروه شروع کنیم. خاله الناس
عزیزم بفرمایید. کریسمستون مبارک. تولد عیسی مسیح بر شما مبارک خاله اینا جون. خیلی خاله مهسا، خوشحالم. اینم برای شماست. مرسی کریسمس خاله. شما مبارک. مرسی. اینم برای زریبری. وای خاله مزا میشه بله، لطفا خاله. مال منو باز کنی؟ بله، بذار. من داشتم با تو بازی میکردم بیرون که یهو دیدم که دستم کثیفه. ای خدای بزرگ چقدر دوست دارم اینو. خیلی خوشگله. اینو میتونی از درختت آویزون کنی. اینقدر درختم اون خوشگله قونمون. چقدر حتما مرسی که به یادم بودی خاله مبارکت بگا. باشه. خواهش میکنم. خب حالا نوبت منه. شما چی داری؟ من عاشق شمم. بچه ها ببینید چقدر خوشگله و دوتاست. خیلی مبارکت زیباست. منم باشه. باز کنم. خاله بزرگ بله، خواهش بله. میکنم. مبارکتون باشه. مرسی. وای، مرسی چه خاله پگا، منم 2 تا شم دارم. خاله پگا چه کریسمس نورانی خواهیم داشت. مرسی که دوستای من هستین و در این سفری که در کلام رفتین کنار من بودین. خدا رو جا. خاله پگا به نظر من الان بریم یه ویدیو کوچولو ببینیم و برگردیم. بله ببین من این کار میشه من شبم داشته باشم. قسمت اول بخش پگاه تیک 1 3 2 خدای بزرگ خاله مزا پولو 3 بار نه یه بار نه 2 بار 3 بار سفر طولانی هم که به مردم راجع به عیسی مسیح بگه اصلا باورم نمیشه. 3 2 بله خاله سلام. رومیان 10 سیزده قسمت آخر تیک 1 دفتر تلفن چیه؟ آماده؟ پر انرژی به قسمت اول. سلام بچه‌ها، خوبین؟ بچه‌ها امروز تلفنم داره زنگ می‌خوره. زریبریه. سلام زریبری. خیلی حرف زشتیه زریبری، لطفا دیگه تکرارش نکن. خب اون حرف بیشتر رو زد ولی من بهش جواب که ندادم. وقتی رفت یاد آمد که مامانم میگفت که همونطور که دوست داریم با ما رفتار. پتروس گفت من نمیتونم از اینا بخورم. صدا گفت وقتی من میگم که همه اینا برای خوردن خوبن پس همینطوره. همون موقع در قسمت خواهی مزا خود با محمدی دست میده. دستی شد. خیلی بامزه بود. باریکلا من عمو ادیبو خیلی دوست دارم. خیلی فیلمای خوبی میگیره. خاله پگا یا خاله های دیگه نمیدونم هر کی دوست داره من جواب بده. به نظرتون کریسمس اصلا برای چی اینقدر ما جشن میگیریم مهمونی میگیریم زریبری جون ببین خیلی مهمه هم شما هم ما و هم بچه های تو خونه یادمون باشه که خدا از طریق عیسی مسیح میخواست که ما رو نجات بده و نقشه نجات ما رو داشت. بله و خدا عیسی مسیح رو فرستاد تا گناههای ما و همه جهان پاک بشه و این روز خیلی روز خوبیه. خدا رو شکرت که میخوای ما رو نجات بدی و ما رو اینقدر دوست داری. برای هم ما دور هم جمع میشیم و جشن میگیریم. خدا رو شکر. خب بچه ها بیاین با هم دعا کنیم در این ایام کریسمس. آماده این بچه ها؟ دستامون رو هم بیاریم و چشامون رو ببندیم. من خاله بگم چشام خیلی بسته نمیشه. اشکال نداره. اشکال نداره زریبری. خداوندا مرسی برای این ایام کریسمس. مرسی که اونقدر ما رو دوست داشتی که یگانه فرزندت عیسی مسیح رو برای تک تک ما فرستادی.
دعا میکنم که با همه بچه ها و خانواده هاشون باشی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. کریسمستون مبارک بچه ها. تولد عیسی مسیح مبارک. کریسمس مبارک خاله. مرسی که با ما بودین. ما خیلی شما رو دوست داریم. خیلی. بچه ها میخوایم با یه سرود دیگه تموم کنیم، ولی از طرف همه ما کریسمس خیلی خوبی داشته باشین. بله. خدافظ بچه ها. خدافظ. 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 من انقدر دوست داشتم باز بمونیم.